سلام، اینجا مو قرمزه. خوش اومدین به یه روز واقعی. راستش امروز اصلا نه انگیزه داشتم نه انرژی داشتم که ویدیو بگیرم. از صبح تا حالا دارم با خودم کلنجار میرم. از صبح که نه، از 2 روز پیش دارم با خودم کلنجار میرم که هی ویدیو بگیرم، ولی نمیتونستم. نمیدونم چه حسی بود، تنبلی بود، بی انگیزگی بود، هرچی که بود مانع بود، نمیذاش که من بلند شم و ویدیو بگیرم، کاری که دوست دارم و انجام بدم. امروزم از صبح که بلند شده بودم، اول بذار بهتون بگم امروز چند شنبه است. امروز شنبه است، روز تعطیله. قرار بود که من یه ویدیو آماده کنم که در واقع روز شنبه شما بتونید این ویدیو رو ببینید، ولی به خاطر همون دلایلی که گفتم، تنبلی و بی انگیزگی و بی انرژی یا نمیدونم یه جور بلا تکلیفی مانع شد که من بتونم ویدیومو بگیرم که بعد از 2 سال دوباره بتونم یه شروع خوبی داشته باشم. همش دنبال یه ایده خفن بودم، هی میگفتم که چه کار کنم، چه ویدیویی بگیرم، چی بگم که خفن باشه، چی باشه که بهتره کنه. به خاطر همین عقب افتاد و نتونستم به این دلایل که فکر میکنم اسمشو میذارن کمالگرایی، بهش میگن کمالگرایی. من نمیدونم، به نظر من یه جور دیوونگی محضه. کمالگرایی به نظرم یه کلمه شیکه که گذاشتن روی این که یه جوری اینو لاپوشونی بکنن، این اهمال کاری رو، این توقع زیادی از خود داشتن. و خلاصه به خاطر این توقعات اضافی که از خودم داشتم، یا همون اسمشو یادم رفت چی بود، کمالگرایی. آره، به خاطر این نتونستم ویدیومو بگیرم. ولی امروز تا ظهر اینجوری بودم که نه ولش کن، بی حال افتادم روی مبل، همش میگفتم که چیکار کنم، چی بگیرم، چه کار کنم، چه ویدیو بگیرم، چی بگیرم خفن باشه، چیکار کنم که شروعم خوب باشه. بعد یهویی یادم افتاد، به خودم گفتم که تو 2 سال یا شاید هم بیشتر از 2 سال نتونستی ویدیو بذاری، به خاطر همین موضوع که همش از صبح بلند میشدی دنبال این بودی که یه کار خفن بکنی، یه ویدیو توپ درست کنی. گفتم که دوباره میخوای شروع کنی همون کارا رو انجام بدی، همش دنبال این باشی که یه ایده خفن تو مغزت بیاد، یه کار خیلی خفن بتونی بکنی، یه روز عالی بیاد، یه روز پرفکت بیاد. ولی اون روز هیچ وقت نمیاد. تو هم هیچ وقت نمیتونی یه ویدیو خفن، اون چیزی که تو مغز خودت رو درست بکنی، هیچ کس نمیتونه. همه همیشه توی زندگیشون یه ایراداتی دارن، هیچ کس 100% پرفکت نیست، منم نمیتونم باشم. گفتم که بهتره که این خیالای خام از سرم بریزم بیرون، که یه روز عالی بیاد، یه روز واقعی بیاد، یه روز پرفکت بیاد، یه روز خوب بیاد، روزا که همشون واقعی هستن. یا اینکه یه ایده خفن به مغز برسه، اینا رو بریز بیرون و اینکه شروع کن ویدیو رو بگیر، همون حس حالی که داری رو در موردش حرف بزن، در موردش تعریف کن. شاید اینجوری حس بهتری بهم وارد شه و همین که انگیزه پیدا بکنم برای ویدیو گرفتن. و شاید همینطوری هم که دارم حرف میزنم، شاید همینجوری خودش یه ایده هایی به مغزم بیاد، پشت بندش من شروع بکنم یه کارایی بکنم، چیزایی که به خاطرش 3 روز، یه هفته است یا 2 سال درگیرشم که به ذهنم برسه که انجامش بدم. شاید بعد از شروع همین این ویدیو که با بی‌حالی و بی انرژی دارم میگیرم، شاید کم کم به مغزم خطور بکنه و من شروع بکنم ویدیومو بگیرم به همین راحتی. آره، الان واقعا نمیدونم میخوام چی کار بکنم. فقط همینجور گفتم که دوربینو بزنم یکم حرف بزنم، ولی همچنان منتظرم که یه معجزه‌ای بشه، یه چیزی به مغزم خطور بکنه که من بتونم بلندشم یه کاری انجام بدم. اینجا هم یکم آب گذاشتم، یه ذره آب بنوشم. البته این آب ولرمه، چند وقتیه که یه مرضی گرفتم، نمیدونم چه مرضیه که دیگه آب سرد نمیتونم بخورم، همش آب گرم یا آب گرم رو به داغی میخورم. آب سرد دیگه اصلا نمیتونم بخورم، نمیدونم چرا. حالا یه ذره از این آب بخورم، بنوشم، گلوم یه ذره تازه بشه. آره اینجوریه. نمیدونم امروز شاید برم بالکن رو تمیز بکنم. بالکن رو بیشتر از 1 سال خورده‌ایه که تمیز نکردم. البته خب از وقتی که هوا سرد شد دیگه، هوا که سرد میشه من دوست ندارم، حال نمیکنم تو بالکن بشینم، اصلا تو بالکن نمیرم. بالکنم بیشتر تبدیل میشه به انباری و یخچال. زمستونا
سبزیجاتم و غذایی که حالا مثلا میمونه اینجور چیزا رو میارم میذارم توی بالکن. میوه و سبزی و سیب زمینی پیازی میذارم تو بالکن، تبدیل میشه بیشتر به انباری. بعد یا هر چی که وسایل اضافه است که تو خونه حالا براش جا ندارم یا حوصله ندارم نظم ترتیب بدم، در بالکن رو وا می‌کنم شوتش میکنم تو بالکن. آره شاید الان برم شروع کنم بالکن رو تمیز کنم. همونجوری که دارم بالکن رو تمیز میکنم دوربین رو بذارم ویدیو بگیرم. نمیدونم شاید برای بعضی جالب باشه. هر کی دوست داشته باشه نگاه میکنه، هر کی دوست نداشته باشه خیلی راحت میتونه از ویدیو بره بیرون. کلا من نگاه کردم هواشناسی رو، هوا آفتابیه، به خاطر همین موقعیت خوبه که بالکن رو تمیز بکنم، یه جایی درست بکنم، یه مکانی درست بکنم برای نشستن توی بالکن. واقعیتش هنوز هیچ میز صندلی هم برای تو بالکن نخریدیم، ولی حتما این کارو میکنم. امسال حتما این کارو میکنم. حتما یه میز صندلی برای نشستن توی بالکن میگیرم و میخوام گل بذارم توی بالکن. ولش کن، بذار به جای اینکه بشینم اینجا تعریف بکنم برم شروع بکنم کم کم کارا رو انجام بدم. شما هم همراه من باشید. حالا ما ببینید اگه چیز جالبی هم به نظرم رسید براتون تعریف میکنم. چی؟ گرسنته؟ باشه الان میام. چند ثانیه دیگه. همینجوری که نشسته بودم داشتم چسناله میکردم، سارینا اومد گفتش که گرسنشه. دیگه گفتم چسناله بسه فعلا، بلنشم برم یه غذای برای بچه درست کنم بچه بخوره، بعد بیام برم به ادامه چسناله هام برسم. آره از پنجره آفتاب داره میزنه، چشام داره کور میشه. نور چشام خیلی به نور حساسه، یه ذره نور که تو چشام میخوره من اصلا کور میشم دیگه، هیچ جا رو نمیتونم ببینم. حالا برم غذا رو آماده کنم. غذا هم بذار بهتون نشون بدم چی میخوام درست کنم. غذا میخوام برنج درست کنم، با یه کمی هم جوجه درست کردم. برنج رو چند ساعت خیس کردم. الان این برنج رو دم بذارم، بعد جوجه هم که از این گریلای برقی یه دونه از این قراضه ها داریم میخوام بذارم روی اون درست بکنم. بریم ببینیم چیکار میکنیم. پیش به سوی بالکن. بریم بالکن قشنگمون رو بهتون نشون بدم، فقط لطفا وحشت نکنید چون خیلی به هم ریخته است. میام 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 میام. دیگه 7-8 ماه اینجا رو تمیز نکردم دیگه، چون همین که همش سر کار بودم اصلا زمان تمیزکاری نداشتم. همین که خیلی سرد بود من اصلا تو بالکن نمی اومدم. زمینم که وضعیتش اینجوریه دیگه. حالا ببینیم بعدش چی جوری میشه. سلام، عصر همگیتون بخیر. البته اینجا الان عصره، نمیدونم الان شما که ویدیو رو میبینید چه زمانیه. امروز فردای همون روزی که داشتم بالکن رو تمیز میکردم، بچه‌ها باورتون نمیشه بالکنی که من فکر میکردم که کار نیم ساعته میتونم تمیزش بکنم، قشنگ من 3 ساعت توی بالکن بودم. 3 ساعت داشتم بالکن رو تمیز میکردم، چون که کثافت همه جا رو گرفته بود. کثافت از سقف، در و دیوار، پنجره ها، همه جا پره تار عنکبوت، بعد حشره بهشون چسبیده بود. خلاصه اصلا یه وضع، این کف سیاه شده بود، کثیف شده بود. خلاصه تمیز کردم دیگه، یعنی مردم دیگه، به معنای واقعی کلمه مردم. بعد امروز رفتم چیزایی که قرار بود بخرم، گل و اینجور چیزا رو خریدم آوردم، چند تا صندلی خریدم آوردم. الان میخوام بچینم بالکن رو جمع جور بکنم. بعد الان برم دست به کارشم بالکن رو جمع بکنم، ببینیم که چی از آب در بیاد. اینجا قراره یه معجزه اتفاق بیفته. بالکنی که تا دیروز انبار بود امروز رسما داره تبدیل میشه به کاخ تابستونی قرمز. اینجا هم براتون مو شدم نیشتو ببند. راستش اولش فقط یه دونه میز کهنه داشتم و دیدم که من با یه میز هیچ کاری نمیتونم بکنم. الان بهترین وقته که برم چند تا صندلی پیدا کنم بیارم و بذارم تو بالکن و بشینم تصمیمات مهم زندگیمو بگیرم.
اتفاقا رفتم و این 3 تا صندلی رو که با قیمت مناسبم تونستم بخرم خریدم و آوردمشون و بابتشون خیلی خوشحالم. بعدش دیدم که این گلا منتظر نشستن که من بخرم بیارمشون خونه که خشکشون کنم. من بعضی وقتا زیادی تنبلم که به گل و گیاها رسیدگی کنم و قشنگ استعداد اینو دارم که کلی گل و گیاه زیر دست من خشک بشن و به سطل آشغالی بپیوندن. آره 3 تا گل خریدم. البته شما 2 تاشو میبینید چون یه دونش اون پایین توی اون کیسه قرمز گوشه بالکن. آها الان دیدیدش. آره اونجا گذاشتمش چون که این محافظ پلاستیکی رو نداشت و ممکن بود که ازش خاک و گل بریزه و بالکن قشنگمو که تازه با زحمتی تمیزش کردم و دوباره کثیف بکنه. به به چه گله. خیلی خوشحالم بابت خرید این گلا. به خدا ندیدم تا حالا. خیلی قشنگه. بریم نزدیک یکم بو کنیم. بو خاک میده، اصلا بوی خوبی نمیده، فقط قیافه قشنگی دارن. آره این یه ذره بکشمش اینورتر، به نظرم دیده بهتریده. بعد این صندلی تاپی خودش انداخت وسط و گفتش که اگه من نباشم اصلا صفا نداره. به خاطر همینم تصمیم گرفتم که اینم بخرم و با خودم بردارم بیارم و یکی از آرزوهای سارینا رو برآورده بکنم که چندین سال بود به حسرت این صندلی تاپی مونده بود و گفتم الان بهترین وقته که سر کیسه رو شل کنم و این صندلی تاپی رو بخرم. البته این که قبلا بالکن نداشتیم هم در نخریدنش بی تاثیر نبود. تموم شد بالاخره، باورم نمیشه. خیلی مراقب خودتون باشین. کلی دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه. خدافظ.